حجاب چی هستی؟ حجاب هستی ماست که این هستی مانع شده ما خدا رو زیارت کنیم، خدا رو ببینیم. تا مادامی که ما با این ماهیت خاصه هستیم و از این ماهیت جدا نشدیم و با نفس محدود خودمون هیچگاه نمیتونیم خدا رو زیارت کنیم. اگر بخوایم خدا رو زیارت کنیم باید از نفس خودمون خارج بشیم، از خودمون خارج بشیم تا بتونیم خدا رو زیارت کنیم. یعنی چه؟ یعنی ما باید از حد خودمون خارج بریم، بلا حد بریم، حرکت کنیم بلا حد، چون محدود هستیم، کوچیکیم، هم کوچکیم هم ضعیفیم، هم چشمامون ضعیفه، نمیبینه، تار میبینه. رمد دارد دو چشم اهل ظاهر که از ظاهر نبیند جز مظاهر. چون این چنینه اگر ما بخوایم به اون وجود مطلق برسیم و پیوند بخوریم باید از این ماهیت خودمون، از این حد خودمون بگذاریم بالا. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم.